مادر جان برایم چای کمان خرید. پسر جانم، برای مادرت تنها خیلی دشوار است. من برایت حتما میخرم، ولی حاضر نه، کمترک بدتر، اگر خواست خدا باشد. در آن لحظه میخواستم همه پولها و حتی زیادتر از آن را بدهم تا اینکه کودک زیبا را خوشبخت سازم. یا خداوند، از تو بزرگتر و تواناتر کسی نیست. التجا میکنم نظرت را از بالای سر یتیمان دور نگردان. مادر جان نباشسته رو بنابرای خالت ماست. یگان چیز دیگر لازم نیست؟ نه رحمت. دوستم، به نزد من بیا. سلام خواهرم. و علیکم سلام. من کمی دورتر از شما ایستاده بودم و نخست گفتگوی شما را با پسرتان شنیدم. نگاهی دردناک و سخنان پسرتان به من خیلی تاثیر کرد و من تصمیم گرفتم که پسرتان را شاد گردانم. التماس از برای خدا این تحفه مرا قبول دارید. تشکر زیاد برادر عزیز. خودتان رو تشویش ندهید. خواهرم، این امکانیت را از من نگیرید. بگذارید که نیکی کنم، چون که خداوند شخص نیکوکار را دوست می‌دارد. تشکر زیاد برادر عزیز. خداوند از شما راضی باشد. دل به دست آور که حج اکبر است. دل به دست آور که حج اکبر است. از هزاران کعبه یک دل بهتر است. دل به دست آوردن دنیا هنر نیست. یکی را گر توانی دل به دست آور. دوستان عزیز، آن عزیزانی که در این ماه مبارک شریف رمضان میخواهند بهر احتیاجمندان و بهر بیچارگان، بهر فقیران میخواهند که دست کمک نمایند. پس دوستان عزیز، این ماه بزرگ را از دست مدهید، چون که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند بهترین صدقه، بهترین خیر نمودن این در ماه مبارک شریف رمضان است. چون که چندین سخنهای نیک از روزگار رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بهرتان میگوید. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند هر کاری نیک صدقه است. باز میفرمایند کار خیر را زود انجام ده تا که کامیاب شوید. دوستان عزیز، برادران عزیز، پس بیایید در این ماه مبارک شریف رمضان، در این ماه پربرکت، در این ماه سخاوتمندی، این لحظه ها را از دست مدهیم. رفته بهر احتیاجمندان، بهر بینوایان، بیچارگان دست کمک نمایید. پس خدایا را مددکار